فرایند کاشت نخ معروف برای زیبایی صورت کلیتشو که خب میدونین 2 کار در صورت میشه اتفاق بیفته. یکی تایت یعنی سفت کردن و همون کلاژن سازی بخش مختلف صورت، یکی هم لیفت. تایتش معمولا با سوزنای مونو اتفاق میفته، لیفتو با سوزنای خاردار انجام میدیم که حالا تکنیکاشو بعدا اگر خواستید بیشتر عرض میکنیم. اما یه نکته جذابی که هست، صرف این که این نخهای کلاژن ساز طور معروف به اصطلاح داخل صورت قرار میگیرن 3-4 تا اتفاق جذاب میفته. اولا اینکه پوست شفاف میشه، به خاطری که ماکروفاژها میریزن تو منطقه، رنگدانه ها رو با خودشون برمیدارن میبرن. ماکروفاژها سری سلولای بولبولای سفید خونی هستن. غیر از اون پاکسازی صورت هم اتفاق میفته، یعنی چیزی که آدم 1000 جور کرم و اینها میزنه گاهی هم به ثمر نمیرسه. و منافذ پوستم ترمیم میشه، یعنی اینا نکات ارزشمندیه که خب راحت معمولا به دست نمیاد. اینجا با همون هدف تایت و لیف خیلی ساده اون کاری که آدم میخواد انجام میشه. این حالا یه مقدارم پوست شفاف میشه، نمیدونم گفتم یا نه. این چند تا توضیح ساده بیسیک. خب جناب دکتر قاسمی جسارتاً خواسته بیمار تو شرایط فعل چی بود؟ ایشون یکی رو بحث خط خندهشون حساس بود که میخواست خط خنده عمق و میزانش کم بشه، و یکی هم به اصطلاح که این میشه نازولابیال و همینطور سگلاین که در واقع میخواست صورت مستطیلیشون یه مقداری زاویه دارتر بشه، یعنی در واقع افتادگی خط چانه‌ای یه مقداری ترمیم بشه. اینا همونیست که گفتیم با لیفت انجام میدیم، یعنی نخ خاردار رو قرار میدیم، نخ خارداری که از قبل تو سوزن در کارخونه گذاشته شده ما داخل بدن میکنیم با نقشه ها و تکنیک هایی که مشخصه از پیش روی صورت میذاریم. روی صورت که میذاریم سوزن اون رو وقتی میکشیم بیرون نخ اون داخل گیر میکنه. حالا دیگه هنر دسته که بتونه بخش پایینی رو خارهاشو قفل کنه و وقتی میکشیم بخش بالایی بازه، بخش پایینی قفل شده. وقتی میکشیم یه لیفت مکانیکی خیلی جذاب اتفاق میفته. این بخش مکانیکیش همون موقع روشن میشه. یه بخش بیوکمیکال هم داره که در واقع واکنش بافتای بدنه با اون در واقع نخی که ما کار گذاشتیم داخل. اون کار تا طول 3 ماه اتفاق بیفته. جسارتاً یه سوال دیگه خدمتتون میخوام داشته باشم. با توجه به شرایط فیس ایشون از نظر اینکه پیشگیری توی شرایط پیری و پیشگیری از بله افتادگی شرایط دو طرف گونه رو داریم یا نه؟ یعنی بعد از اینکه انجام شد کارمون، آره هدف اون میتونه تو تاثیرگذاری توی مسئله داشته باشه که پیشگیری بکنه از افتادگی گونه های دو طرف؟ حتما همین کار. ببینید هدف این کار اینه که ما یه چیز حدود 5 تا 10 سال برگردیم به صورت جوون قبلی خودمون. درست. یعنی هر کس یه 5 تا 10 سال چیز بزنه، استاپ بزنه، برگرده به عقب. این هدفش. کلا 1.5 دقیقه. خب سپاسگزارم از راهنمایی شما، ممنونتونم. خدا